درود به کل هواداران ورزشی بزرگ. این برنامه نوبتی ترانسفر در عمل است که با نزدیک شوی کار روزانه زمستانه ترانسفری از احتمالیت عملی شوی گزارش‌های بزرگ میگوید. یکی از مهمترین گزارش‌های بزرگترین ترانسفری که زمستان امسال باید انجام شود این معین شوی انتخابی خلق است. بر زمین توجه زینیت پورتو نسبت این برزیلی عظیم جوسه همکنون معلوم شد که کدام از باشگاه‌های چمپیونات انگلیا خلق را گرفته نیست. خلق علاقه 34 سال دارد ولی نوابسته به چنین سن سالش طلبات‌های زیادی نسبت این بازیگر وجود دارند. نسبت سابق حمله‌ور زینی تیم‌های پریمیر و پریمیر لیگ انگلیا توجه ظاهر نموده به خاطر شامل شدن به چمپیونات پرنفوذ برزیلی می‌خواهد که چین سرپول را ترک نماید و حتی به کمشوی معاش نیز راضی است. شرطنامه خلق چطور پیشتر هم گفتیم با شانگهای سیپک سنه 31 دکبر به انجام رسیده برزیلی آن را تمدید کردنی نیست. عین حال انیق کرده می شود که وولورهمپتون نسبت خلق با سبب جراحت وزنین برداشتن راول خیمنز مراخ ظاهر کرده است. با خود خلق هم چنین رفت کار معقول است چرا که در صف گرگان شماره زیادی بازیگران پرتغالی برآمد میکنند. با قول فوتبال اینسایدر به خاطر گزارش به صف وولز خلق حتی با کمشوی چشمرس معاش نیز راضی است. هرچند که خلق بار هم در تیم‌های توپ 5 چمپیونات‌های مقتدر اروپایی بازی نکرده است، این مورد برزیلی تنومند میتواند که در پرقوت‌ترین چمپیونات اروپایی و یا خود پریمیر لیگ انگلیا ادامه فعالیت ورزشی نماید. خود فوتبالباز برزیلی باشد با کوچبندی به البیون بورانی ضد نبوده راضی به آن است که معاش 10 مرتبه کمتر بگیرد. در چین اگر خلق 20 میلیون یورو در یک سال میگرفت، در انگلیا باشد معاش خلق 2 میلیون یورو در یک سال را تشکیل خواهد داد. خبر میدهد نشریه رکورد. در ادامه چنین نویدهای دلخوش کننده برای پیروان وولفز، اجرا کننده وظیفه پرزیدنت باشگاه پالمیراس پاولو بوازی هم از اشتیاق خاصه این تیم برزیلی نسبت خلق را بیان داشت. در صف شانگهای سیپک باشد خلق 145 بازی در کل مسابقه گذرانیده 76 گل زده و 54 اسیست در آمار دارد. در چمپیونات اسپانیا باشد بارسلونا بر زمین ناکامی میدانی در بازار اقتصاد مشکل پیدا کرده است و محض به خاطر رفع نمودن مشکلات مالیوی فرانکی دیونگ را به بازار برآورده است. اگر چنین نوشته‌های رسانه‌های پیش صف درست باشند، نیم حمایتگر هلندی بارسا میتواند تابستان سال 2021 از کامپ نو به سمت دیگر رود. نسبت دیونگ علاقه باواریا چشم دوخته است. طبق گفته‌های گول از چنین وضع ناجوری مالیوی کاتالانیا باواریا استفاده بردنی است، ولی در مورد فروش انیق بازیگر بارسلونا تا حال انیق نیست. باید یادآوری از آن نمود که فرانکی دیونگ تابستان سال 2019 بر عوض 75 میلیون یورو وارد کامپ نو شده بود و در سال 2020 از اولین فوتبالبازی گردید که با راضی‌شوی با کمشوی معاش شرطنامه نوین تا سال 2026 با تیم اسپانی امضا نمود. در ارتش دیوانی سرخ باشد با آمد عملی شوی چاره‌بینی بزرگ یا خود پیشواز میمون عالی مقام تنور را تفسان کردنی‌اند. به طور دیگر گوییم یکی از سرپرستان اصلی باشگاه منچستر یونایتد آماده پرداخت مبلغ ترانسفر رونالدو از یوونتوس می باشد. شرکت ماشینبراری شفرله که یکی از سرپرستان پیشقدم ام یو می باشد ابراز نموده است که بازگشت رونالدو از یوونتوس به منچستر یونایتد از جهت مالیوی نهایت منفعت بخش است و مثال تازه هم اشتراک سرپرستان یوونتوس در خریداری بازیگری پرتغالی است. با وجود راه حل پیدا نمودن مشکل در این کار میتوان گفت که عملی شوی ترانسفر رونالدو تا حال هم امکان پذیر است. در این میان آوتو اسپورت هم در نظر است که گزارش رونالدو از یووه به ام یو از جهت مالیوی به نفع شرکت شفرله خواهد بود و مثال آنی که یک زمان شرکت جیپ چون سرپرست اصلی یوونتوس نیز وقت عملی کنی ترانسفر رونالدو از ریال به یوونتوس برد کرده بود. در صف منچستر یونایتد باشد رونالدو از سال 2003 تا سال 2009 برآمد نموده 9 جایزه پرشرف را مال خود کرده است. در پس منظر شماره زیادی گپ و کلاچو اطراف ترک یوونتوس نمودن رونالدو، تایمز از آن می نویسد که پول پوگبا هم نیتی بازگشت به تیم پیشین کرده است. با قول سرچشمه موصوف اگر فرانسوی تابستان سال 21 در خصوص رفتنش با ام یو توافق نماید پس او یوونتوس را انتخاب خواهد کرد. انتظار می رود که پول پوگبا نیز به نظرهای اگنتش مینو رایولا که کاری پوگبا را در ترافورد انجام بخش دانسته بود راضی بوده می خواهد که دسته منچستری را ترک نماید. نسبت پول پوگبا باشد تیم‌های بزرگ به مثال ریال مادرید و پی اس ژ توجه خاصه دارند
ولی با در نظر داشتی سر و صدا و اطرافی بازگشت رونالدو به امیو عوض‌کنی بزرگی ستارگان گرند ها هم از احتمال دور نیست. در آخر مطلب مذکور در سخنان اخیر پول پوگبا نسبت وفاداری خوسته به امیو هم نباید فراموش کرد. خلاص که اینجا کلی چیز را وقت معلوم خواهد کرد. از شرمندگی خوسته تیم‌های روسی در یوروجام ها باشد تا حال کسی فراموش نکرده است و نمایندگان تینکوف پرمیر لیگ روسیه هم برای برقراری اندک اعتبار در عرصه اروپایی دست به دگرگونی‌های نوین میزنند. هرچند که به پول هم باشد این نوبت تیم روسی سابق بازیگر رئال و PSG را خریده است. همین طریق خس رودریگز در تنفس زمستانی میتواند که به کراسنودار گزارش کند. با قول ژورنالیست جوزپه کیرانو این اسپانی 27 ساله از حالت فعلی خود در تیم پاریژی راضی نبوده شرطنامه را بکار کرده است و همین طور هم شد. جانبا شرطنامه با راضی طرفین قطع نموده شرطنامه‌ای که تا سال 2021 مهلت داشت دیگر بکار دانسته شد. در همین صورت امید تواند که چون فوتبالباز آزاد و صفی برزگاوانی ملکی کراسنودار بپیوندد. باید اعلام نمود که خسی از سال 2016 این جانب بازیگری PSG بوده. در این میان 4 مرتبه به تیم‌های لاس پالماس، استوک سیتی، ریال بیتیس و اسپورتینگ به اجاره فرستاده شد. خسی دستپروری ریال مادرید بوده. آمار این اسپانی در تیم پاریژی 2 گل در 18 بازی میباشد. در صف یوونتوس باشد غیر از رونالدو ستارگان دیگر نیز هستند که از رفتن آنها آوازها زیادند و نهایت جالب و یکی از آنها پائولو دیبالا ارژنتینی است که هر تابستان او را رسانه‌ها به هر سمت میفرستند. روزانه زمستانه ترانسفری هم به گشوده شوی خویش نزدیک است و در مورد دیبالا باز هم خبرها بیشتر میشوند. ولی ارژنتینی این مورد خود به سخن درآمد و از میل ماندن در یوونتوس را به همگان گفت. در خصوص تمدید شرطنامه با یوونتوس بسیار سخنهای دروغین گفته شده بود. اگنت من فرصت‌های زیادی در تورین مانده بود و با او هیچ کسی زنگ نزد. مرا آن ناراحت می‌سازد که کلی گپ در سری پول است. خوب میشد اگر که حقیقت را گفتن امکان می داشت، ولی سخن سری مسئله‌های مالیوی در شرایط نامساعد کنونی مرا بر مقابل مخلصان یوونتوس می‌خزاند. بر ضمن آنی که من چقدر محبت خاصی نسبت یوونتوس دارم. من یوونتوس را دوست می‌دارم و همه وقت می‌گفتم که در یوونتوس ماندن می‌خواهم. من به این تیم وفادارم و همگان این را می‌دانند، گفته است پائولو دیبالا. خلاصه کار این است که یوونتوس هم دیبالا را فروختن نمی‌خواهد، اما بر زمین طلبات‌هایش را نسبت زیادکنی معاش اجرا کردنی نیست. چیزی که وضعیت را مشکل‌تر نموده منچستر یونایتد و منچستر سیتی با مرام از چنین رفتار نظارت می‌برند. اگر در یادتان باشد باواریا میونخن هنوز از تابستان در خصوص تمدید شرطنامه نوین با دیوید آلابا مشکل داشته بود. کاری که اخیراً راه حلش را نیافت و حمایتگر آستریایی دسته را مجبور به رفتن می‌کند. نوابسته از آن که تیم‌های زیادی نسبت حمایتگر آستریایی باواریا توجه داشتند، ولی دیوید به هیچ جای نرفت، چرا که آلابا معاش بیشتری را طلبگار است. در چنین وضع مشکلی مالیوی بارسا هم آلابا را خریدنی نیست، چرا که این آستریایی 10 میلیون هر ساله می‌خواهد و 15 میلیون برای انجام ترانسفر. در خصوص چنین خواهش‌های آلابا موندو دپورتیو نوشته از آن میگوید که با وجود احساس مشکلی مالیوی بارسلونا از چنین ترانسفر دست کشیده است. بارسا در نوبت خود از کم‌کنی معاش بازیگران گفته خراجات‌ها را تا 300 میلیون یورو کم کردن است. از جانب دیگر باشد نشریه آلمانی بیلد ریال، چلسی و PSG را بر روی خط خریداران احتمالی دیوید آلابا وارد نموده است. با همین تقدیر آینده حمایتگری باواریا دیوید آلابا ناروشن مانده. با قول ESPN چلسی برای خریداری این فوتبالباز 28 ساله کمر بسته است. تیم لندنی به خصوص سرمربی چلسی فرانک لمپارد در مورد مستحکم کنی خط دفاع در تلاش بوده. آلابا نفری است بر ضمن بازیکنی در سمت چپ خط حمایه همچنین قادر است که در مرکز دفاع و خط نیم حمایه هم فعالیت کند. لمپارد بران است که چلسی باید شماره بازیگران دستش را کم نماید و از این رو خریداری احتمالی آلابا هم به نیت جواب دادن چند از بازیگران است. در باشگاه اصلا از بن چیلول راضی بوده. بر زمین میتوانند مارکوس آلونسو و امرسون را به فروش برآورند. چلسی همچنین نسبت بازیگری وست هم دکلان رایس توجه دارد، ولی با وجود به پول به دست آوردن دیوید آلابا خریداری بازیگری آستریایی برای لندنیا قلای‌تر خواهد بود.
در سری آ باشد گومز پس از جنجال با گاسپرینی میخواهد زمستان آتالانتا را ترک نماید و به این فوتبالباز ترین توجه کرده است. نیم حمایتگر آتالانتا الخاندرو گومز با قول اسکای اسپورتس ایتالیا زمستان تیمش را عوض می‌نماید پس از آنکه مناسبت بازیگر آرژانتینی با سرمربی دسته جامپیرو گاسپرینی پس از بازی با میتیولاند ویران شده است. توجه ترین نسبت گومز از آن میگوید که این آرژانتینی برای حمله‌ور ترین اندریا بلوتی همصف قلعه خواهد بود، ولی بر زمین بازیگری نام برده طلبات‌های بیشتری مالیوی دارد و سالانه 2 میلیون یورو معاش میگیرد. تابستان باشد تیم عربی النصر شرطنامه 2 ساله با معاش 6 میلیون یورو جمع علاوه پولی برای گومز پیشنهاد نموده. باشگاه امارات متحده عرب آماده آن بود که از برای گزارشش 15 میلیون یورو مصرف نماید. گومز باشد در صف برگاماسکو از سال 2014 این جانب برآمد نموده، وقتی را برای گاسپرینی از سال 2016 در 190 بازی 49 گل زده و 57 پاس گل‌آور ارسال همدستگان نموده است. باشگاه انگلیسی تاتنهام باشد در زمستان به آلی اجازه میدهد که دسته را ترک نماید. چطور تلگراف خبر میدهد به این بازیگر به خاطر خدمت‌هایش در صف این تیم اجازه میدهند که در میان موسم دسته را ترک نماید. دلی آلی از موسم 2015-2016 در صف تاتنهام است. در همین حال تیم لندنی گزارشی پره این بازیگر را انتظار است، ولی همچنین واریانت اجاره 6 ماهه بازیگر را نیز خواهند دید. در موسم جاری نیم حمایتگر 24 ساله تنها 2 بازی در میدان گذرانیده هیچ عملی نتیجه بخش در میدان نداشته است. PSG باشد تا حال نسبت دلی آلی توجه داشته در ماه ینور کوشش نوبتی را بر اجاره این بازیگر انگلیسی انجام میدهد. یادداشت میکنیم که PSG الکی در تابستان خواستاری به دست آوردن آلی شده بود، اما جوابی رد گرفت. در خصوص کاری مورینیو باشد آن را میتوان گفت که نوابسته از نتیجه بهترین داشتنش با تاتنهام عین حال قراری از دسته جواب دادن آلی هم میتواند به مثال پشیمانی زمانی فروختن صلاح و دبروینه بگردد. و اخیراً پس از افشای سری گزارش‌های احتمالی اخیراً از یک گزارش عملی شده میگوییم و این هم سوداکاری تازه میان فلامنگو و فیورنتینا میباشد. باشگاه فلامنگو بر عوض 14 میلیون یورو از فیورنتینا بهترین حمله‌ور را خریداری نمود. حمله‌ور پدرو ابریو از فیورنتینا که در صف اجاره در فلامنگو بازی مینمود اخیراً بازیگر کامل حقوق تیم برزیلی گردید. بنا به معلومات گلوب اسپورت مبلغ 14 میلیون را فلامنگو تاریخ 6 پرداختنامه در 3 سال بعدی میسپارد. ابریو قرارداد 5 ساله امضا میکند. در موسم جاری این حمله‌ور بهترین حمله‌وری دسته بوده، 10 گل در 19 بازی سری آ برزیلی به ثمر رسانیده است. و فیورنتینا باشد پدرو ابریو پیش از آغاز موسم 2019-2020 گذر نموده در سری آ ایتالیایی تنها 4 بازی گذرانیده است. در آخر برنامه باشد همین را گفتنیم که به قول ESPN اینتر میامی بکهم در تلاش خریداری مسعود اوزیل از آرسنال لندن بوده. دیلی میل باشد از نیت‌های کامل ارلینگ هالند را به دست آوردن تیم‌های منچستری می‌نویسد. تا برنامه‌های دیگر تنصت و پیروز باشید. خیر.